بچه ها الان من هر نه کلاس نقاشی درس میرم، فقط ازشون هم انگلیسی بپرسم، اینا رو انگلیسی هم بپرسم رنگ آبرنگ چه رنگی. میگم what is this میشه green. خب میگم what is this What color is it? what the color is this میگه pink نه Red. خب دیگه هم آبرنگ بگیرن، هم بهشون آبرنگ یاد میدم، هم رنگای انگلیسی رو بهشون یاد میدم با کتاب انگلیسی اینا بهشون یاد میدم. ما یک کلاس انگلیسی هم اونجا داریم، بعدش اونجا میرم بهشون یاد میدم، میرم کتاب میارم از اونجا بهشون یاد میدم. خب با بچه ها صحبت کن دیگه. بگو لایک هم کنید، ساب هم کنید. اصلا من هنوز بگو لایک کنید، ساب کنید. لایک کنید، سابسکرایب کنید، هر که برای ببینم. من داشتم براشون درس میدادم. چی؟ من داشتم باشون درس میدادم. خب درس بده هنوز. روی فیلم رو گیری قطعش کردی. قدش نکردم خانم. نگاه کنم. خب قدش نگه دارم میگیرم دیگه. بیا خب الان رنگ‌آمیزیمون خیلی خوب شده. تدریس رنگ‌آمیزیمون بهتره تدریس موسیقیمون. میگم برای چی؟ به خاطر بچه‌های موسیقیمون همش هیچی درس یاد نمیگن، الکی بوره میکنن که درس ما یاد نگرفتیم از نظر. ولی دعوا میکنن، اینجا دعوا شروع میشه. اینجا خیلی بده آخه به معلمشون اهمیت ندن. به خاطر مامانشون زنگ زدن به چی دو پسرهای ما اذیت کرد، دخترهای ما اذیت. بعد من گفتم خب اذیتشون نکردیم، خودشون الکی میرن میگن. باش من تو کلاس میگن حساب تو رسیدی باید پیش مامانمون. الان من نمیفهمم چه کنم، اما همشون اینطوری هم. این چه کاریه تو آموزشگاهمون کردنه؟ دیگه تموم شد ماما؟ نه صحبت کن، بچه ها سرشون سر میره. بچه ها اصلا موسیقی ها خیلی آرامش به بچه ها میده. اما بعضی بچه ها که اصلا دوست ندارن موسیقی برای چی میارنشون؟ بخاطر خودشون مامانشون علاقه دارن به موسیقی، اونا دوست دارن. من اول کاری که اینطوری بودم، بعدش به موسیقی عادت کردم دیگه، خودم تنها میرفتم. بچگی ها چقدر زیبایی تو. دیگه همین زندگی هم همینه دیگه. اوه قربونت برم که یعنی میدونی. فکر میکنی زندگی خوشه؟ نه، زندگی هم یه چیز بد داره. بله بابا دارم ویدیو بگیرم. اگه میخوای بیا اینجا پیشم. تا یه بچه من برم.